بعضی از بازیگرای معروف ترکیه علاوه بر بازیگری رفتن تو کار بازگشایی کافه و رستوران که البته بعضی از این رستوران‌ها و کافه‌ها با شکست روبرو شدن و بعضیشون هم روز به روز محبوب‌تر شدن. میخواین با این بازیگرا و کافه و رستورانای اونا آشنا بشین؟ پس همین حالا عضو کانال لنز بشین و با ما تا آخر این ویدیوی جذاب همراه باشین. مریم اوزلی همیشه تو سرش رویای داشتن یک کافه رو داشته. در نتیجه بالاخره تصمیم گرفت این رویاشو به حقیقت تبدیل کنه. اون تو سال 2020 در برلین آلمان، شهری که در اون متولد شده و الانم اونجا زندگی میکنه، کافه‌ای با نام نوش نوش افتتاح کرد و جالبه بدونیم که بعضی از خوراکی‌های اونجا رو هم خودش درست میکنه. به گفته خود مریم تو این کافه خوراکی‌های گیاهی و بدون گلوتن در کنار شکلات، شیرینی، بستنی و قهوه کلمبیایی سرو میشه. بوراک اوزچیویت. بوراک بعد از به شهرت رسیدنش با نقش بالی بی با اون سیبیل‌های پرطرفدارش تو سریال حریم سلطان تصمیم گرفت از این اسم در دنیای تجارت هم استفاده کنه. در نتیجه تو سال 2014 رستورانی به نام بالی بی دونر با لوگوی سیبیل‌های معروفش افتتاح کرد. اما متاسفانه این رستوران برای بوراک اونطور که باید نگرفت و اون مجبور شد اون رستوران رو بعد از 2 سال با 250,000 لیر ضرر به شخص دیگه‌ای واگذار کنه. برگزار کورل. برگزار از وقتی که یادشه عاشق آشپزی بود و دلش می‌خواسته برای خودش کافه‌ای داشته باشه تا اینکه بالاخره در سال 2015 کافی شاپ خودش رو با نام نات جاست کافی افتتاح کرد. تو این کافی شاپ قهوه، کوکی، دسر و شیرینی‌های خوشمزه‌ای که برگزار با دستای خودش میپخت سرو میشد. اما تو سال 2019 وقتی که برگزار فرزند دومش رو باردار شد، تصمیم گرفت این کافی شاپ رو ببنده. گوکچه آکیلدیز. این بازیگر یکی از طرفدارای دو آتیشه شکلاته. در نتیجه تو سال 2019 تصمیم گرفت وارد دنیای تجارت بشه و کافه خودش رو افتتاح کنه، جایی که حالا شده پاتوقی برای بازیگرای معروف. تو این کافه میتونین انواع و اقسام خوراکی‌های شکلاتی خوشمزه رو بخورید و لذت ببرید. ارکان پتکایا. این بازیگر سالها پیش تصمیم گرفت درآمدش از بازیگری رو در کار دیگه‌ای هم سرمایه‌گذاری کنه. در نتیجه اول یه قصابی باز کرد و بعدش توی همون محله یه خانه استیک به نام اتمس افتتاح کرد. اما انگاری عشق این بازیگر به رستوران تمومی نداره، چون حالا به فکر گسترش کارش افتاده تا یه رستوران غذاهای دریایی هم افتتاح کنه. اویکو کارایل. اویکو به گفته خودش عاشق آشپزیه و هر دستور آشپزی رو که میبینه خیلی زود اونو امتحان میکنه. اویکو تو سال 2017 به همراه دوستش دنیس تزوکسال کافه رستورانی به نام بونکیس افتتاح کرد که اگه میخواستین به اونجا برین باید دلو به دریا میزدین و رژیم و نخوردن کربوهیدرات رو بیخیال میشدین تا از خوردن گزینه‌های خوشمزه اون محروم نشین. این دو دوست بعد از 3 سال کافه خودشون رو تعطیل کردن. میخواین بدونین یکی از معروف‌ترین رستوران‌های کاپادوکیا متعلق به کدوم بازیگره؟ پس همین حالا عضو کانال لنز بشین و ادامه این ویدیو رو از دست ندین. روژدا دمیرر. روژدا عاشق شکلاته. در نتیجه تو سال 2010 دست به کار شد و به همراه خواهرش یه مغازه شکلات سازی دستساز خونگی به نام شکلات ماری آنتوانت افتتاح کردن و جالبه بدونیم که ماری آنتوانت یه ملکه فرانسوی بوده که عاشق شکلات بوده. روژدا و خواهرش خیلی زود تو این زمینه به موفقیت رسیدن و شعبه‌های بیشتری در نقاط مختلف باز کردن. و حالا شکلات‌های اونا نه تنها در ترکیه بلکه در خارج از کشور هم کلی طرفدار داره. موراد اونالمیش. این بازیگر تو سال 2019 در کاپادوکیای ترکیه رستورانی به نام دریم اسپات افتتاح کرد
که چشم‌انداز بی‌نظیری داره و در اونجا علاوه بر غذاهای محلی و انواع کباب میتونید انواع و اقسام غذاهای بین‌المللی رو هم سفارش بدین و از طعم بی‌نظیرشون لذت ببرین. این بازیگر برای رستورانش فقط از محصولات ارگانیکی که از سراسر ترکیه تهیه میکنه استفاده میکنه. گولبن ارگن. این خواننده و بازیگر ترک تو سال 2016 وارد کار صنایع غذایی شد و اولین رستوران خودش رو با نام ددی مutfakta افتتاح کرد. این رستوران بیشتر تو زمینه غذای آماده خونگی و تهیه غذا برای سازمان‌ها فعالیت داشت و جالب این که اگه می‌خواستین غذا رو بچشین یا با گولبن عکس بگیرین، یه اتاق کوچولو داشت که برای این کار در نظر گرفته شده بود. گامزه کارامان. این مجری، مدل و بازیگر ترک تو سال 2012 با همکاری خواهرش رستورانی به نام موزیگن افتتاح کرد که پیش غذاهای اون خیلی طرفدار داشت و اونجا میشد در کنار خوردن غذاهای خوشمزه از موسیقی سنتی ترکیه هم لذت برد. اسرا آکایا. این بازیگر که قبلا به مدت 4 سال در یک کافه کار میکرد، با تجربه‌ای که به دست آورده بود تو سال 2013 کافه‌ای به اسم تاتری حضور افتتاح کرد که همه معتقد بودن فضای اون مثل اسمش پر از آرامش بود و از همه مهمتر یه منوی خوشمزه داشت. توی این کافه علاوه بر غذا خوردن و گپ زدن میشد از برنامه‌های آموزشی هم که در زمینه هنر داشتن استفاده کرد و لذت برد. خب نظرتون راجع به این ویدیو چیه؟ شما دیگه چه بازیگرایی رو میشناسین که کافه و رستوران دارن و توی این زمینه فعالیت میکنن؟ اسم اونا رو برای ما بنویسید و این ویدیو رو لایک کنید و عضویت در کانال لنز رو هم فراموش نکنید.